خب طریقه دریافت نمودن نتورک آیدی. چطور میتونیم که نتورک آیدی را پیدا کنیم؟ بستان چی میگن؟ استاد پیشتر خب ما خواندیم که برای پیدا کردن نتورک آیدی یگانه کاری که ما میکنیم قسمت هایی که مربوط هاست میشه او را صفر میکنیم. بسیار آسان بود. مثلا اگر 10 50 50 50 باشه ما میگیم که 10 0 0 0. بسیار کار آسان بود دیگه. حالا باز چرا میخوانیم؟ ما از شما یک سوال میکنم. بگو. سوالی است که اگر ما شما را بگویم که اینی را که 192 نقطه 64 نقطه 64 نقطه 65 یعنی که 192.64.64.65 اینی را بگوین که نتورک آیدیش چی است، در حالی که ساب نت ماسکش 255 صفر نیست. اگر 255 صفر می بود چی میگفتی؟ استاد 255 که 192 64 64 صفر، لیکن در پایین 65 چی نوشته است که سبب ماسکش صفر نیست، 240 است. حالا چند میشه؟ حالا چطور میفهمین که نتورک آیدی تان چی است؟ خیلی در جواب براتون میگم که بله، به خاطر که اگر از شما کسی سوال میکنه که نتورک آیدی زیرا پیدا کنین در حالی که او ساب نتینگ شده، اینا شکل ساده خود نداره، دو طریقه وجود داره. در قدم نخست آی پی آدرس و ساب نت ماسک به شکل باینری نوشته کنین. هم ایره به شکل باینری نوشته و هم ایره به شکل باینری نوشته کنین. وقتی که اردوش نوشته کردین، بعد از او کدام آپریشن، کدام عملیه را اجرا کنین؟ یک عملیه به نام اند آپریشن است، او را شما اجرا کنین. خود به خود چی به وجود میاد؟ نتورک آیدی به وجود میاد. و طریقه دومی است که شما بتایی که مربوط به هست میشه او را صفر کنین و طریقه دوم صفر کردن بت های هست می باشه که براتون نشان میدم. از طریق اول آغاز میکنیم. اول گفت آی پی را باید به شکل باینری نوشته کنیم. این می آی پی است که ما نوشته کردیم، درست است؟ 192 دیگه شما از 64 64 65 و اینا سبب ماست که هم با باینری نوشته میکنیم که با باینری نوشته میکنیم 255 8 دانه 1 255 8 دانه 1 255 8 دانه 1 244 دانه 1 4 دانه 0. خب این حال میگه که شما عملیه اند آپریشن اجرا کنین. این عملیه اند آپریشن که است مثل ضرب شما اجرا کنین، خود به خود گپ است. یادتان باشه 1 ضرب 1 چند میشه؟ 1 ضرب 1 1 میشه. 1 ضرب 1 1 میشه. 0 ضرب 1 0 0 ضرب 1 0 1 ضرب 0 0. خیلی سعی کنین جایی که بالا 0 باشه پایینش مکمل ضربی که میشه ضرب 0 این 0 میشه دیگه. پوزیس خیلی به این مثال پیش میریم. 1 ضرب 1 1 1 ضرب 1 1 و بالا مکمل چی میشه؟ 0. چرا که 0 ضرب 1 0 کلش 0 0 0 میشه. خب حالا 0 ضرب 1 پس 0 و 1 ضرب 1 1 دیگهش که است پس یه 0 میکنه و 0 ضرب 1 0 1 ضرب 1 1. عالی کار میکنیم وقتی که مکمل کنیم تو این قسمت پیش میایم. 0 ضرب 1 0 1 ضرب 1 1 0 ضرب 1 0 0 ضرب 1 0 دیگه کلش ضرب 0 ضرب 0 یا 1 ضرب 0 پس 0 میشه. خیلی احتمال میده که پس مساوی به چی میشه؟ مساوی میشه به 192 درست است؟ بازم 64 بازم 64 و این خانه آخرش چند شد؟ خانه آخرش که خب اینه که میبینیم این قسمت اینجا اشتباه کرده بودم من 0 ضرب 1 1 نوشته کردم. خب 0 ضرب 1 چند میشه؟ بله 0 و 1 ضرب 1 1 1 ضرب 0 0 0 ضرب 1 0 کلش 0 میشه. خب یعنی که دیگه فقط چی آمد؟ 0 1 0 0 0 0 شد. اینا وقتی که ما شما چی میکنیم؟ پیدا میکنیم چی میشه؟ اولش میشه 192 دومش میشه 64 سومش میشه 64 و چهارمش میشه 64. نتورک آیدی ازی خب نتورک آیدی ازی چند میشه؟ 192 64 64 64. بسیار عجیب است برای شما نه که همیشه نتورک آیدی چی می آمد؟ مثلا 192 64 صفر آخرش می آمد، مگم اینجا 64 آمده. فقط این طریقش یادتان باشه. این چرا یک رقم براتون معلوم میشه؟ به خاطر که تا بال ساب نتینگ و قرض کردن بت ها و گپا رو شما نخواندین براتون مغلق شاید معلوم شوه. مگم طریقش فهمیدین بسیار آسان 64 است. و اگه کسی بگه که استاد کی می آل شما گفتین که نتورک آیدی خویره میگه که بتای هست صفر شوه، من چی میگم؟ میگم بتای هست صفر شوه. بله یا سعی کنین اگر ما بگیم که تا این قدره اینی ساب ماسک است نه اینه تا این قدرش چی است؟
تا این قدرش که است نتورک است، یعنی که قرض کرده بودیم به این شکل است. یعنی سعی کنین 240 چی مونه میشه؟ چند دانه یک؟ 4 دانه یک. پس سعی کنین شما اگر اینجا شما حساب کنین هیچ کدام از اینا ما نگیریم، بازم ما میتونیم که چی نشته کنیم؟ 64 نشته کنیم. خب بهتر است که میگم پارامل نگویم، چرا که شما از این بخش تا نوبت تا نرسیده. اگه بگیم امی است که شما کمکی گنگس گل میشین. خب ما شما چی میکنیم؟ میگم در قدم اول اثر قسم میکنیم، سعی کنین که جنجالش حل شه. در قدم اول میخوای که این یک چیز است که سبن ماسکش فرق میکنه، میگه که نتورک آیدی ش پیدا کو. خودت چی میکنی؟ اول انمی آی پی رو نشون میکنی، با سر ماسک نشون میکنی، با ضرب میکنی. ضرب نتیجه چند میشه؟ هر چیزی که دیم سال چند شد؟ 192 64 64 64. این نتورک آیدی است، نه که 192 64 64 صفر. اون نیست، اصلیش چی است؟ 192 64 64 صفر. پس برای پیدا کردن نتورک آیدی ما چی میکنیم؟ از این طریقه اول استفاده میکنیم. خب آسان ترین طریقش چی است که از این طریقه آسانی است که طریقه دوم است. اگر میخواین که نتورک آیدی را شما برای پیدا کردن نتورک آیدی شما یک کار کنید، اما آی پی آدرس شما ناشته کنید. به طور مثال اینی آی پی آدرس شماست، صحیح است که 240 اما ما نمیته که 28 ما نمیته، نه که 88 268 24 4 مزیه گرفتیم 28 میشه، صحیح است. آی پی آدرس شما در باینری ناشته کنید. ناشته کردین این حال شما بگوین که وقتی که در پایین 355 نشته شده او خودش مکمل نشته میشه، یعنی 30 تا باشه. اگر باشه 192 64 64 65 192 که باشه پایینش چی است؟ 355 خودش پس نشته میشه. یعنی 192 خودش 64 زیر پایینش چی است؟ 355 یعنی خودش 64 پس خودش. کل گپ در این خانه آخر است. اگر دیدیم شما متوجه شده باشین که وقت طریقه رکش پس چی برآمد؟ 192 64 64 64 کنین 192 خودش برآمد، 64 خودش آمد، 64. کل گپ ما کس، کل مشکل ما کس در خانه آخر است. متوجه هستین؟ وقتی که نتورک آیدی رو شما پیدا میکنین یادتون است که قسمتایی که مربوط به نتورک رو غرض نمیگرفتین. سگو 8 تا نتورک است خودش نوشته که غرض نمیگرفتین. 8 بیت نتورک است خودش، 8 بیت نتورک است خودش. اینجا 4 بیت نتورک است، 4 بیت هاست است. به شکل است. خب خیلی خاطر متوجه باشین که طریقه دوم چی میگه؟ میگه طریقه دوم میگه که شما اول امی آی پی آدرس تان بگیرین و باینری نوشته کنین. من میگم خود نوشته کردم. این حال میگه وقتی که شما اینو نوشته کردین یک کار کنین که صبر ماسک تان سل کنین. ها سل کردم. اینی قسمت هیچ غرض نمیگیریم، 255 است، صحیح است. این دیگه شما 255 هیچ غرضش نمیگیریم، این دیگه هم 255 هیچ غرضش نمیگیریم. کل گپ ما که از دینی خانه است، دینی خانه آخر است. خب دینی خانه آخر چی گپ است؟ 240 چی مونه میده؟ چند دانه یک؟ چند دانه یک؟ 4 دانه یک. چند دانه صفر؟ یا پایز که 4 دانه صفر. میگه شما یک کار کنین که بتایی که مربوط هست میشه، یا شما خوانده بودین نه، بتایی که مربوط هست میشه صفرش کنین. در اینجا کلش مربوط هست نمیشه که بگین صفر. اشتباه است. چرا؟ در اینجا کلش مربوط چی نمیشه؟ مربوط هست نمیشه. فقط 4 تاش هست است، 4 تاش نتورک است. خیلی شما یک کار کنین، اما 4 تایی که مربوط به هست میشه یا هاست میشه، اما شما صفر کنین یا پاکش کنین. سعی کنین میگم 1 2 3 4. متوجه شدین شما؟ 4 باشین که اینجا ببینید که 65 غلط نوشته شده. این خو این 129 نوشته شده. اینجا باید یک کار کنیم که اینجا یک بیایم. پس شما متوجه هستین که ما شما چی میکنیم؟ فقط آی پی آدرس به شکل باینری نوشته کردیم. این حاله چون 240 تا میته که 4 بیت نتورک 4 بیت هاست، اما تو میته نه 128 192 240. این 4 تایی که مربوط به هاست میشه اینا مکمل پاک بگیم. 1 0 میگیم 1 2 3 4. یعنی که صفر کنیم ما شما. صحیح است؟ این مسئله بچه‌م 128 64 میشه، دیگه شو نگرفتیم. اما تو میته خود به خود آسان که 192 64 64 مبره. یا ای که شما آی پی آدرس خود نوشته کردین، سرد ماسک شما چی میکنین؟ سرد ماسک شما نوشته میکنین. سکن آی پی آدرس نوشته کردی بله. سرد ماسک نوشته کا. دی سرد ماسک سکن 255 اینمی است بله. سرد ماسک 255 اینمی است بله. 255 دیگه اینمی است امی است. 255 دیگه اینمی است بله. 240 اینمی است. 240 چی مونه میته که 4 دانه یک. خیلی چند دانه هست داریم؟ چند دانه هست داریم؟ 4 دانه هست داریم. خیلی بالای از این چند دانه مربوط هست میشه؟ 8 تا نمیشه، 4 تا میشه. امی 4 تایی که هست میشه اینمی 4 تا رو شما چی کنین؟ صفر کنین.
صحیح. اینه که صفر کنین خود به خود چه میبره؟ 64 میبره. یا یک سکند براتون نشون بدم. این 4 تا چی میکنیم؟ ما شما صفر میکنیم. خیلی اگه صفر کنیم به این شکل میشه، یعنی که ایره خودش نوشته کردیم، فقط هم 4 تا آخر چی کردیم؟ صفر کردیم. خود به خود چند شد؟ 64 شد، یعنی که 192 64 64 و 64. 192 64 64 64. یک مثال دیگه میخوایم براتون کار کنم آسان. یک مثال آسان، یعنی یک مثال دیگه کار کنیم که چی میشه. بیاین که ما شما یک دونه کار کنیم که براتون بیخی آسان شوه. خب اگر کسی نوشته میکنه که مثلا 10 نوشته میکنه، یک آسان میکنه که مثلا 32 مثلا 64 مثلا نوشته میکنه که براتون 70. باز نوشته میکنه که 255 245 248 انت مثلا نوشته میکنه. صحیح؟ میگه که شما بگین که نتورک آیدیش چی است. خودت چی میگی؟ میگه که همینجا که 255 زیر از این نوشته است، این خب پس خود 32 هیچ مشکل نداریم. 32 خودش. باز 255 نوشته است، باز 32 هیچ مشکل نداریم. باز 255 نوشته است، باز اینمی خودش 64 هیچ مشکل نداریم. صحیح؟ 64 خب حالا گپ ما دینی است 70 وای چی است؟ 248. این حال کل گپ که است دینی خانه آخر است که 70 است و هم چند است؟ 248 که چطور ما شما چی کنیم؟ پیدا کنیم. این خانه 70 در باینری نوشته میکنیم. سکند چه آسان. 70 اگه برزی که نوشته کنیم 128 نمیگیریم، 64 میگیریم. چند دقیقه کم بود داریم که 70 پورا کنیم؟ 6 دیگه 64 شد. صحیح؟ 6 دیگه. خیلی حالا 64 32 16 8 4 2 1. اینی از 70. حالا اینی 70 که اینجا میبینین، امیر 70 من نوشته کردم. درست است؟ سرماس که 248 چی مونم زیر 70 ایرم نوشته میکنم. خب ایرا رنگش از میگیرم بفهمین که امو 70 است و ایرم رنگش هم میگیرم چی رنگ که بفهمین امو گپ است. رنگش میگیرم چی رنگ میگیرم؟ اینی رنگ میگیرم. اینا 148. آل 148 چی رقم نوشته میشه؟ سرماس که نوشته میکنم، یعنی که 128 192 224 240 248 1 2 3. صحیح شد؟ از این معلوم دار گپ است که به این شکل گپ است. این تو گپ است که این قدرش طرف چپش نتورک است، طرف راستش چی است؟ هاست است. برای اینکه را پیدا کنیم که مربوط کدام نتورک میشه، این قدر صفر میکنیم، یعنی که از بالا چی مانا که اینی بالا را یا را به چی تبدیل میکنیم؟ به 0 0 تبدیل میکنیم. به 0 0 تبدیل میکنیم. خب اگه یار که صفر بسازیم بسیار کار آسان میشه. این میشه که 128 نگرفته، 64 گرفته، دیگه هیچ چیز نگرفته، یعنی اون مساوی میشه به چی؟ انتیا کار میشه. گوره صفر کنیم چطور میشه میفهمین؟ که صفرش کنیم اینجا نشتهش میگیم. امیری که صفر کنیم چند تاش صفر کنیم؟ اینجا 3 دانه صفر است، نه بتای هست است. این 148 اما تو معلومه که 5 تا نتورک 5 بیت نتورک 3 تا هاست. البته چی میکنیم؟ اینی 3 دانه که است، اینی را صفر میکنیم. 1 2 3. خیلی چند شد اینی؟ کلتان میفهمین که این مساوی به 128 نه 64. کلیگه میگم که نتورک آیدی شما مساوی به چند است؟ مساوی است به نتورک آیدی چی است؟ این نام نتورکت است به نام 64. صحیح؟ پیداش کردیم. چند است؟ 64. بسیار آسان. اگه میگین یک مثال دیگه هم کار میکنیم. مثال دیگر اگه کار کنیم، مثلا اگر ما شما کار کنیم، مثلا نشته کنیم که 32 بشه کار کنیم. میره بگیریم 192 32 مثلا نشته کنیم. میره ما شما بگیریم 130. صحیح؟ 255 192. اگه کسی پرسان کنه که نتورک آیدی چی است، من چی میکنم؟ میگم که چیزی که من تشویش نمیکنم 255 192 خودش 192. صحیح؟ 32 خودش چرا که زیرش نشد 255 پس خودش مبره
32 باز 32 خودش چرا که 255 در پایینش است او خودش مبره 32 130 اینا رو نمیفهم که نتورک آیدیش چی میشه. چرا نمیفهم؟ به خاطر از اینکه سبر ماسکش ساده ما آسان کار میکنم. نشته میکنم 130 در باینری. خب اینجا میمونم 140 نشته میکنم 130 در باینری نشته میکنم. سعی کنین نشته میکنم 130 128 میگیرم 64 32 16 8 4 2 1 تایست این چند شد 130. خب که 130 رو من رنگش گفتم به خاطر یک رنگ که دیگه میگیرم که شما بفهمین که اینی است 130. کل گپ ما در خانه آخر است. حال چی میکنیم؟ اینی سبرد ماسک سیاه نشتش میکنیم. خیر است. 190 چی رقم نشته میشه؟ 1 1 یعنی 128 192 دیگه 1 2 3 4 5 6 8 بت پورا شد. اینی 192 است که رنگش چی رنگ میگیریم؟ رنگش میگیریم سیاه. خب حالا نظر به این سبرد ماسک چند تا نتورک داریم؟ 2 تا. باقی ما داشت چی است؟ هاست است. خب اینی اکثر اینی ده از اینی جا به بعد کلش چی میکنیم؟ صفر میکنیم. صحیح است؟ همطور است؟ چرا؟ که 2 تاش نتورک است. گفتیم برای پیدا کردن نتورک آیدی بت های هست را صفر مینماییم. تمام بت های هست را. پس فکر کنید که اگر اینی سبرد ماسک ما شماست بله های نمی است. چند بت نتورک داریم؟ 2 بت. چقدر هاست داریم؟ 6. اینی 6 تایی که در بالاست باید مکمل چی کنیم؟ صفرش کنیم. یعنی اگر اگر اون مثال خود تطبیق بکنیم هدف ما این تو میشه که مثلا من رنگش یک رنگ که دیگه میگیریم که شما متوجه شوین این سه تغییرات میاریم. صحیح؟ چی میکنیم؟ این قدر مکمل در بالا چیزی که صفر میکنیم. یعنی از این قبل یک صفرش کنیم اینجا یک دانه یک است اینم صفر میکنیم خلاص جور میشه صفر. حالا اینی رو میگیریم چند میشه؟ کلگی میفهمه که این رنگش دیگه اینه پیدایش کردیم. چند شد؟ 128. ما کل ما فهمیدیم که اینی مثالی که بیادر پرسان کرده بود که 130 نتورک آیدیش چی است؟ نتورک آیدی ازی است. نظر به جواب برش بدیم که چی است؟ نتورک آیدیش اینمی است که یا آخرش چند؟ 128. صحیح؟ نام نتورکش است. سلش چند میشه؟ سلش ملش میمونی معلوم دار گپ است که نه؟ سر ماسکش در پایینش نوشته است. این نتورک آیدیش پیدا کردیم. این آی پی رو به ما داده بود. این چی است؟ نتورک آیدی است. قسمت های چی رو صفر کردیم؟ قسمت های هاست صفر کردیم. این بود آسان ترین طریقش که ما شما رو کار کردیم. پس نتورک آیدی همیشه تو نیست که تو باشه مثلا من 10 0 0 0 خوشت بیاد مثلا بگی که یا بگی که 200 مثلا 200 0 کلاسیسی یا مثلا بگی که 128 یا مثلا 32 0 0 همیشه خودتون نمی باشه. دیدیم که بعضی گپای دیگه هم می باشه. پس شما فقط طریقه پیدا کردن چی یاد گرفتین؟ نتورک آیدی را یاد گرفتین. بتایی که مربوط به هاست میشه و شما چی کنین؟ صفر کنین. بس خب شاگردان متوجه باشین درسایی که بر ارتباط نتورک آیدی و گپا هست که رقمی که حالا کار میکنیم ایده سبنتینگ بر موازی میشه که تشویش نکنین که با این استاد دیگه درس را خوب فهمیدم خب لیکن در قسمتی نمی یک رقمک شد استاد تشویش نکنین. این رقم نتورک آیدی پیدا کردن که آل ما خواندیم نه گفتیم ایده در کدام قسمت درست یاد میگیرین شما در قسمت سبنتینگ خوب تری را میفهمین. در کدام قسمت؟ در قسمت سبنتینگ دوباره تکرار برتون میشه به شکل دیگهش. خب مثلا حالا این چی است؟ 192 20 20 0 نتورک آیدی است نه 255 255 0 سبرد ماسکش است. مگه میرسه که 192 20 20 64 این چه رقم نتورک آیدی است؟ 192 20 20 64 صفر نامده سبرد ماسکش چی است؟ 255 255 255 192. پس این 10 0 0 چقدر ساده است. این رقم شما دیدین نکرد سبرد ماسکش مگه 128 0 0 سبرد ماسکش است که 255 128 0 0. پس این رقم اشکال است که شما تشویش نکنین و خطا نشین. فقط این سوال ما را میخوایم شما جواب بدین. این سوال که آیا این سه کامپیوتر با هم ارتباط گرفته میتونه یا نمیتونه؟ این سوال جواب بدین باز میفهم که یاد گرفتین یا نه. کدام سواله؟ این 192 32 1540 که سبرد ماسکش چی است؟ 255 255 255 240. آیا اینمی امرای 192 32 1550 که 255 240 است و 192 32 1560 255 240 است. آیا هر سه نفر با هم ارتباط گرفته میتونن یا نمیتونن؟
اینا برای اینکه این کارا کنیم ما چی را پیدا میکنیم؟ نتورک آیدی از ایران پیدا میکنیم، نتورک آیدی از ایران پیدا میکنیم، نتورک آیدی پیدا میکنیم. اگر سابلن ماسکش نباشه نتورک آیدی کی پیدا کنیم میتونیم؟ شاید سابلن ماسکش تغییرات داره نه. خب بیان که این کارا بکنیم. 140 است سکنین 192 یام است یام است 32 یام است یام است 15 یام است یام است. گپ فقط تغییرات داخلش است. آخر از 50 است، آخر از 40 است، آخر از 60 است. سه خانش یکسان است. شما خود بگین استاد در کلاس سه خانش چک میشه یعنی یکسان است؟ نه خیر نه. خب باز اون طور است 255 255 0 مگم در حال کی چی است 255 255 255 240. خیلی شما یک کار کنین که وقت سابلن ماسکش سابلن ماسک نورمال نبود، کلاسلس بود یا از کلاس برآمده بود یا غیر عادی براتون بود، باز در اون حالت شما باید چی کنین؟ نتورک آیدی را پیدا کنین به طریقی که من براتون گفتم. صحیح؟ ببین که RC آیدی را ما شما چی کنیم؟ پیدا کنیم. خب این مثال کار میکنیم. اولش چی است؟ 192 32 15 40. من چی میکنم؟ سابلن ماسکش چی است؟ 255 255 255 240. صحیح؟ یعنی که این حقش بود لیکن 240 4 بت قرض کرده. کار قرض میومد جاش. اول آی پی را نوشته میکنیم که بدر امی 192 امیام 32 و امیام 15 و امیام 40. آله در پایین چی نوشته میکنیم؟ امی سابلن ماسک نشون 255 81 255 81 81 و 240 4 تا 1 4 تا 0 4 دونه قرض شده. آله چی میکنیم؟ دلتان که یک کار میکنین از اینی به بالا از اینی به بالا اینا مکمل صفر میکنین. صحیح؟ هم صحیح؟ اگر میگین نه میتونین که شما اینا ضرب کنین یا اند اپریشن کنین. وقتی که اند اپریشن کنین پس همون چیز مبره که پیشتر میگفتیم ما شما متوجه هستین؟ خب اینال ما شما چی میکنیم که اینال این نتیجه برآمد. نتیجه را که پس پیدا میکنیم چند میشه؟ 192 32 15 32. از این نتورک آیدی چی برآمد؟ 192 32 15 32. بسیار خوب. از دیگر پیدا میکنیم آی پی اول ما 1540 بود، دیگهش 1550 است. این 1550 وای سابلن ماسک هم عین سابلن ماسک است. اول 192 32 15 50 را نوشته میکنیم. میره که نوشته کردیم را پایین سابلن ماسک در باینری نوشته میکنیم یا را ضرب میزنیم. وقتی که ضرب نتیجه چند میشه؟ 192 32 15 48. از این نتورک آیدی چی است شاگردا؟ 32 است. از چند است؟ 48 است. یا یکسان است؟ نه خیر نه. یا با هم ارتباط میگیره؟ نه خیر نه، گرفته نمیتونه. نتورک آیدی چند برآمده؟ آخر 32. از چند برآمده؟ 48. خب آی پی دیگه ما یک آی پی ما 40 بود، یک 50 که دیگه ما 60 بود. 60 که پیدا میکنیم 255 255 240. این اول خودش آی پی بالا رو نوشته میکنیم با سابلن ماسک پوینت نوشته میکنیم یا را ضرب میزنیم. وقتی که ضرب میزنیم این چیز با وجود میاد پیدا میکنیم 192 32 15 48 میشه. پس شما سعی کنین که اینیام 48 برآمد، این 192 32 15 48. شما کلتون میبینید که اینی و اینی بخی یک رقم است. نتورک آیدیشون یکسان برآمد لیکن امروزی فرق داره. پس اینی کامپیوتری که آی پی 60 است با کامپیوتری که آی پی 50 ارتباط گرفته میتونه، لیکن کامپیوتری که 40 است با امروز اینا ارتباط گرفته نمیتونه. پس سعی کنین اول از کسی که آی پی 40 بود آخرش نتورک آیدی 32 برآمد، از کسی که 60 بود 48 برآمد، از کسی که 50 بود 48 برآمد. یعنی فقط تغییرات در خانه آخرش است. پس اینی دو نفر با هم ارتباط گرفته میتونه و در غیر از اون نمیتونه، چرا که نتورک آیدیشون یکسان است و از دیگه یکسان نیست. اگر میخواین که ما براتون اینا تست کنم یا عملی نشان بدم، سعی کنید که ما براتون عملی براتون امیر نشان بدم. نوشته میکنم براتون پاکت تریسر. خب 3 دانه کامپیوتر میگیرم، شما سعی کنید سویچ میگیرم. اینی سویچ چی شدی؟ سویچ 960 یک کامپیوتر درست، کامپیوتر دیگه 2، کامپیوتر دیگه 3. خب اینا بسته میکنیم ببینیم که آی پی ادرس ها از چی قرار بود. اینا 192 32 15 40 192 32 15 40. صحیح. نشته میکنیم یکیش که است 192 40. صحیح. خب سلش چند میشه؟ 38 چند میشه؟ 38 24 24 4 28. خب 28 4 نوشته کردم شاگردو که یعنی سعی کنین دیتر است نه 1 23.8 28 16 24 24 4 28. خب ای است 192 32 15 40. اما طرف شاگردا 192 32 15 40 و این دیگه‌اش است 100 سوچه میگم ببخشید. این دیگه رو میگیم که 192 32 15 50
سلش 28 صبر ماسک شه این رقمی نوشته کردم و این دیگه هم چی است 192 168 نه 192 168 چی میکنه 192 32 دیگه هم از 15 یام 60 سلش چند است کلتان میفهمین که سلش 28 است. خب یک کار میکنیم که یارا با هم دیگر رو وصل میکنیم در یک سویچ میایم در این کیبل کلیک میکنیم از این کیبلک میگیریم میگیم که بیا از این قسمت وصل شو به این قسمت به یکش یا دوش یا سهش یا چارش و اینا میگیم که خودتان وصل شو به این شکل و این دیگر هم میگیم که خودتان چی شو وصل شو این که وصل شد اینجا که دبل کلیک میکنیم یه آی پی ادرس برش میدیم آی پی ادرسش چی است کلتان میفهمین که است 192 32 15 و 40 155 155 155 248 سر ماسک شباد امیر رقم بتیم نه 248 ایچی میگه invalid IP میگیم چرا میگه سبرد ماسکش اشتباه است 192 32 15 40 ما چی نشته کردم که اشتباه بود من یک ذره نمیفهم چی نشته کرده بودم خب 255 255 255 240 چرا قبول نکرد پیشتر چیز دیگر نشته کردم 255 255 240 سر ماسکش است که 188 داشتن 24 24 4 28 خب این ازی شد این حالا از دیگه میم ایره 50 میدیم صحیح آی پیش 50 که یعنی چی میشه 192 160 خب 192 دیگه چی بود 192 32 15 و که 40 بود ای چند است ای هم است 50 و صبر ماسک هم میگیم که 255 آخرش هم میگیریم که 224 240 خب ای هم شد مکمل اینه و ای آخرش هم میگیم آی پی ادرس میدیم دسکتاپ 350 دیگه چند است 60 است اینه میگیم که آی پی تو باشه 192 32 15 60 و صبر ماسکش میکنیم که 255 آخرش 240 میگیریم صحیح شاگردو حال ساعت 6:43 یعنی که شب است شام است دیگه شب 5 بجه شب شده تاریکی شده دیشب مکمل سر ریکاردینگ کار کرده بودم براتون ثبت کرده بودم مثلا خواب یا نکرده بودم دیگه امیل کمک احساس میکنم که سرم چرخ میخوره و از این خاطر از پیش من در وقت تشریح کردن اشتباه میشه همین لکچر همینجا براتون گیره گفتم وقفه میدیم باز لکچر بعدی رو میبینیم اگر در بین سرگردان شده باشنم رای ما ببخشین شما از خاطر که یک ذره بیخوابی فشارش زیاد شد. خب در این مثال ما میبینیم ما فهمیدیم که اینجا که خواندیم فهمیدیم که کی با هم ارتباط گرفته میتونه ببینید شاگردا ما دیدیم که کسی که آی پی 60 بود و آی پیش 50 بود اردوش نتورک آیدیش 48 برآمد یعنی فقط 50 و 60 با هم ارتباط گرفته میتونن به خاطر که در یک نتورک هستن اردوش 48 برآمد لیکن کامپیوتری که آی پیش 40 است او بخش در بلاک 32 است یعنی که امرای از اینا ارتباط گرفته نمیتونه فقط 50 و 60 با هم ارتباط گرفته میتونه 40 امرای کسی ارتباط گرفته نمیتونه. خیلی ببین که اینا رو ما شما تست کنیم که اینی کامپیوتر که 60 است 60 میگیم که 60 تو میشه که پینگ کنی 50 را کامند پرامپتش میریم میگیم آی پی کانفیگ آی پی چند است میگه آی پی ما از 192 32 15 60 میخوای تو یک کار کو پینگ کو 192 را 32 را 15 را 50 را پینگ کو آیا میتونی کرده پینگ باید از کی جواب بیه باید از 192 32 15 50 باید جواب بیانه به خاطر که در یک بلاک هستن. ببینید شاگردا فعال شد جواب آمد سگرین اینه 192 32 15 50 را پینگ میکنه چرا پینگ میکنه به خاطر که خودش چند است ببینید 60 است کی را پینگ کرده میتونه گفتیم که اگر پینگ بکنه چی شدی پینگ بکنه 192
ای دیگه شام 32 دیگه شام 15 ای دیگه شام 50 پینگ میکنش. بله چرا که یک نتورک آیدی هستن لیکن چلا پینگ کرده نمیتونه. صحیح؟ چل از نتورک دیگه است. به همین ترتیب چی ناخ وقت را ضایع کنیم. کل ما میفهمیم که اینی کامپیوتر هیچ کدام از یارا پینگ کرده نمیتونه چرا که بیخی بلاکش جداست. سعی کنین گپ واضح است. میگم آی پی کانفیگ پینگ کو 192 100 دیگه چی بود 192 32 15 50 را پینگ کو 50 را پینگ نمیکنه. صحیح؟ وقت ضایع میشه هرچی منتظر باشیم. 60 هم میگم پینگ کو نمیکنه. صحیح؟ نمیکنه چرا که یک نتورک آیدی نیستن در حالی که کمتره که 50 50 و 60 در یکی هستن. ما شما میبینیم که مشکلشان حل است. در یک بلاک هستن ارتباط میگیرن. پینگ کو 192 باز دیگه چی است 32 دیگه چی است 15 60 هم میگم پینگ خود 50 هستی. ببینید که 60 ارتباط داره پس اردویش در یک نتورک آیدی آمد. یعنی ما ثابت ساختیم که چیزی که میگم درست است به این معنا که دیدیم که آی پی 40 نتورک آیدی 32 برآمد از 50 48 برآمد از 60 48 برآمد. پس کسی که 40 بود 32 برآمد آخرش کسی که 60 بود و 50 بود از اردوش 48 برآمد. پس ایده دانه یک رقم است با هم ارتباط گرفته میتونند. خدا کنه که شما فهمیده باشین.